آیا هویت خالق بیت کوین فاش شد؟ هویت خالق بیت کوین با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو مدت هاست از بزرگترین رازهای عصر اینترنت به حساب می آید. حالا مستند جدید HBO با نام مانی الکتریک The Bitcoin Mystery ادعا می کند که پیتر تاد سازنده این ارز دیجیتال است، اما تاد این مسئله را تکذیب کرده است. مستند HBO پیتر تاد را با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین معرفی کرد، اما پیتر تاد به CNN گفت که او ساتوشی نیست و این مستند را به بی‌مسئولیتی و به خطر انداختن زندگی او متهم کرده است. در مقابل، کارگردان مستند HBO به CNN گفته از انکار تاد غافلگیر نشده و به نتیجه گیری مستندش اطمینان دارد. پیتر تاد که یکی از اعضای گروه توسعه دهندگان هسته بیت کوین پس از پایه‌گذاری محسوب می شود، هم قبل از پخش مستند هم بعد از آن نپذیرفت که ناکاموتو است و صراحتاً در ایکس گفت من ساتوشی نیستم. علاوه بر تاد، حساب بیت مکس ریسرچ هم با انتشار پستی در ایکس ادعای HBO را زیر سوال برد و گفت مدارک ارائه شده در این مستند مسخره‌اند و هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین ادعایی را باور کنید. این حساب میگوید این مدارک به جوابهای تاد به ساتوشی مربوط میشوند. گمانه‌زنی‌ها پیرامون خالق ناشناس بیت کوین به طرح نظریه‌های بیشماری منجر شده است. با افزایش ارزش این رمزارز، هویت این شخص یا اشخاص که بیت کوین را پایه‌گذاری کردند و سال 2013 به کلی از صحنه اینترنت ناپدید شدند، معمایی شد که خیلی‌ها به دنبال حل آن هستند. آنچه بیشتر به اهمیت این معما دامن میزند، میلیاردها دلار بیت کوینی است که در اختیار ناکاموتو است. کالن هابک، کارگردان مستند HBO میگوید سالها وقتش را صرف پیگیری نظریه‌های مختلف درباره هویت ساتوشی ناکاموتو کرد تا سرانجام به این جواب رسید. پیتر تاد. شواهد هابک پست هیئت مدیره بیت کوین در سال 2010 از تاد است. هابک نتیجه میگیرد ساتوشی ناکاموتو این پست را نوشته است، اما پیتر تاد کیست؟ تاد حدود 23 سال داشت که ناکاموتو اولین بار وایت پیپر بیت کوین را منتشر و چشمانداز سیستم پرداخت غیر متمرکز همتا به همتا را در آن ترسیم میکرد. در مستند HBO هم کارگردان مدعی است جوانی آماتور کد بیت کوین را نوشته است. پیتر تاد شغل‌های مختلفی در صنعت کریپتو داشته. برای مثال، دانشمند ارشد مستر کوین در سال 2014 بود. مستر کوین ارز دیجیتالی است که در بلاکچین بیت کوین توسعه یافته. تاد دانشمند ارشد دارک ولت نیز بوده که ولت متن باز بیت کوین است. کالن هابک در مستند خود درباره پیتر تاد ادعا کرد اگر دلیل واقعی استفاده از اسم ساتوشی و ناشناس ماندن او این باشد که مردم بیت کوین را جدی بگیرند چه؟ آنها با این اسم باور می‌کردند که بیت کوین توسط یک آدم معروف و متخصص ساخته شده نه یک بچه مدرسه‌ای. پس به نظر شما پیتر تاد همون ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوینه؟ حتما برام نظراتتون رو کامنت کنید. این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید.